مادر حالت خوبه؟ چرا گریه میکنی؟ من آقا امام حسین برای بیبیم زده زینب. بیازم ببینم حالت چطوره؟ خوبی؟ اسمت چیه؟ زهرا. اسم شما؟ زینب. چند سالشه؟ 5 سالشه. اسمش چیه؟ ریحانه. این زهرا خانم تا حالا شده از شما یه چیز بخواد نتونی فراهم کنی براش؟ سعی کردم براش چیزی بگیرم، چیزی که خواسته سعی کردم براش بگم در حد توانم. اگر شما یه روز بخوای برای بچه چیزی ازت بخواد نتونی فراهم کنی چه احساسی داری؟ احساس شرمندگی میکنه آدم. یعنی من همیشه از خدا خواستم حداقل شرمنده زن و بچه‌م نباشه. چیزی که تا حالا نخواسته که نتونیم. اگر یه چیزی خواست نتونستی فراهم کن دیگه ناراحت میشیم بالاخره. چرا بغض کرد؟ شرمندگی حضرت ابوالفضل. کم بعد ازاله داری؟ بله. این سفر باهاتونه؟ نه نیومدن اصلا. وکیل اگه اینا تو بعد از چیزی ازت بخوان کلی دستت به نیاد. شرمندگی فقط. حال خوشی داری یا آدم بیاد کربلا حال خوش نداشته باشه. مادر سلام. مادر داری خداحافظی میکنی؟ داری میری؟ داری ودا میکنی؟ میمیرم از صدای تو، سر مردن عشق برای تو، شاه بی پیروهن مظلوم بی کفن ارباب. میمیرم شهید بزرگ حسین، شهید بزرگ حسین. مردن عشق برای شاه بی پیروهن ارباب. دین و دنیای من ارباب، مظلوم حسین.